در عرفیت میگویند که بهر انسان جز چیزی پرارزشتر و پرقیمتتر نیست. واقعا سلامتی نعمت بی‌بهاست و حضرت انسان همان وقت خوشبخت حیات به سر میبرد که وجودش از درد و بیماری خالی باشد. از بس که یکی از غایه های اساسی ترین سیاست امروزه ما خوشبخت زندگی کردن خلق می باشد، با تشبث رهبر مملکت در ساحه طبیات نیز اصلاحات گذرانیده شد و در نتیجه ساحه مذکور خیلی رشد و نمو یافت. شکوه این اصلاحات به دوردستترین دهات ها نیز آمده رسید و خوشبختانه در ناحیه زیبا منظر سوخ ما نیز نتیجه آن اصلاحات را ما با چشمان خود دیده و گواه شده ایستادیم. شفاخانه مرکزی در حالت خیلی تباه بود و باعث عرض و شکایت مردم بخصوص بیماران میگشت. طفیل سیاست خردمندانه و انسان پرورانه پرزیدنت امروز شفاخانه مرکزی به طور زمانوی تعمیر کرده شده با اسباب و انجامهای ضروری طبی جهازانیده شده است و بیناهای علاوگی نیز بنیاد کرده شدند و امروز بیناهای نو و شعبه های تعمیر شده شفاخانه مرکزی مورد استفاده قرار گرفتند. در مراسم کشاده شوی حاکم ناحیه فرخ اسرف نیز اشتراک کرد و به سخن برآمده عاید اعتبار رهبر مملکت نسبت مردم سعادتمند و مهنتکش زیباترین کهندیار وطن سوخ عزیز ایستاده گذشت. قید گردید که سوخ با وجود ناحیه انکلاف بودنش، با وجود از مرکز در کنار جایگیر شدنش همیشه در پیش نظر حکومت و رهبری دولت می باشد. پس آن از فخریان ساحه شفاکاران جوان به سخن برآمده اظهار اندیشه نمودند که واقعا اعتبار نسبت ساحه طب طرف بلند می گردد. بعد آن به بیناکاران، شفاکاران معروف، فخریان ساحه تحفه و مکافات های مخصوص حاکمیت ناحیه و مأموریت شفاخانه مرکزی تقدیم کرده شد. رهبر ناحیه وارد شعبه یاری تأجیلی شده به بیماران واخورد. از مشکلی های آنها پرسان شد. بیماران نیز منتداری اظهار نمودند که برایشان شرایط مساعد فراهم آورده شده است. در مراسم به استفاده سپاری بینای نوی شفاخانه صنعتکاران خانه مدنیت ناحیه نیز اشتراک کردند و آنها توسط سرودهای دلنشین خود طبع اهل تدبیر را خوشنود ساختند. خود همین روز در دهه تولنیز پلیکلینیک آیلوی که پر را از تعمیر برآورده شده است مورد استفاده قرار گرفت. در آنجا نیز حاکم ناحیه اشتراک کرده عاید اعتبار دولت نسبت ساحه طب دستگیری نمودن خادمان ساحه اظهار اندیشه کرد. در پلیکلینیک آیلوی تول نیز همه شرایط فراهم آورده شده است و اهل دهه های صاحب کار و تول، غزناب و قلچه از این گونه اعتبار خیلی ممنون بودن خود را گشته و برگشته اظهار نمودند. اعتبار به ساحه مدیسین بلند بودنش پلیکلینیکای ما در وی خرابه بود، حاضر زمانوی حالتش تشکیل کرده شد که شده شد. در مابین 3 ماه ما این ثمرناک فایده برده به خلق خودمو شب روز خدمت میکنیم. پرزیدنت ما رحمت همه شرایط مهیا و حاضر در همین پلیکلینیک آیلوی حاضر همین وینده شرایط مهیا. در مراسم به استفاده سپاری پلیکلینیک آیلوی رهبر ناحیه به بیناکاران، شفاکاران پرتجربه تحفه و مکافات های مخصوص حاکمیت ناحیه را تقدیم نمود. در دوام یک روز در ناحیه سوخ مورد استفاده قرار گرفتن یک نه 2 ابیکت اجتماعی از آن دلالت می دهد که ناحیه ما نیز با صورت خیلی تیز رواج یافته ایستاده است و اعتبار نسبت سوخ و سوخیان از جانب دولت خیلی بلند می باشد.